ما امروز قرار بود یه ویدیو 4 نفره بگیریم که توی سوسیس بندری درست کنیم برای شما به روش خودمون، ولی از 4 نفر 2 نفر موندن، 2 نفر انصراف دادن، فقط برای تست میان. حالا سوسیس بندری رو قرار سایه برام درست کنیم. من به طور کلی خیلی با پیاز چشم اشکی نمیشه، ولی من شنیدم که اگه شم روشن کنی اشک نمیاد. من اینجوری شد. من شم روشن میکنم بر خودم. ولی کلا من دیدم که میگن که چیز کنیم مثلا بذاری تو فریزر. آره میگه هر چی سردتر باشه. ولی خب پیازو بذاری تو فریزر بعد مثلا چیز کنی. نه خیلی طولانی نمیگن، مثلا یه تایمی نیم ساعت قبلش میگن بذاری خنک شه. بعد سوسیس بندری کجا خوشمزه بود؟ تهران. شما که تهران رفتین سوسیس بندری میخوردین؟ اشکان کجا سوسیس بندری خوشمزه داشت؟ بندری خوب بازار روغن اون داغ شده پیازدار داشت اضافه. این مرحله پیازا رو که گذاشتیم سرخ شه، بهش نمک اضافه کردیم که نمک باعث میشه آب پیاز رو بگیره. فلفل دلمه ها رو ریز میکنیم، سیب زمینی هم نگینی میکنیم. اینا رو همه رو جدا جدا سرخ میکنیم. حالا سوسیس بندری اصلی بعضیش اصلا سیب زمینی هم نداره. کلا اضافه کنی بهش مزهش خراب. یعنی سیب زمینی نزنی؟ سیب زمینی رو به سوسیس میگفتن هندی. خب میخواین سیب زمینی رو جدا سرخ کنیم جدا بذاریم بمونه. توش نریزیم. میشه این کارو کرد؟ آره میشه این کارو کرد. فلفل سبزمونم اضافه میکنیم. خیلی زاویه سوسیس مهمه. چاقوت بزرگ نیست؟ خب کوچیک‌تر اونجا هست. و این سوسیس هایی که ما در ترکیه پیدا کردیم وای اینا خیلی خوشمزه. است. اینا سوسیس های میگروس خیلی خوشمزه. البته من ندیدم فیله و اینا هم داره یا نه؟ آره مارک بانویته. خیلی خوشمزه. مارکه که مرغ و اینا هم چیز میکنن، از این مرغ دسته بندی اینا هم داره. ما خیلی وقت بود می‌خواستیم این ویدیو رو بگیریم، بعد هی نمیشد. مثلا کار پیش میومد، بچه‌ها مریض شدن، سگا مریض شدن، مهمون اومد. دیگه امشب قسمت شد بگیریم که باز میگم که 2 نفرمون نتونستن خیلی جدی حضور داشته باشن به دلایل شخصی که ما به حریمشون احترام میذاریم. ولی قراره یه ویدیو خیلی باحال 4 تایی بگیریم. آره حوصله نداشتم، میخواستم ریلکس کنم. آره دیگه، ولی اون ویدیو 4 تایی خیلی جالبه، اونو میگیریم حتما به زودی. بعد پیج بچه‌ها رو هم براتون میذارم. سایه استاد هنرمند کاردستی های زیبا. استعداد داری، چون نمیپذیری استعداد داری. ولی میذارم پیج بچه‌ها رو ببینین، خیلی باحاله. یعنی بیشتر برای بچه‌هاست ولی بزرگترا که مثلا ما باشیم هم خیلی لذت میبریم. رو اضافه میکنیم و پوره بوده. زمینی هم که اون ور برای سرخ میشه. خب حالا میریم برای ادویه. بعد یوهو خیلی میاد. البته تو چیز ولاگای قبلی که با هم آشپزی کردیم با میزان خشونت تو آشپزی همه آشنا. امروز خیلی با متانت پیازا رو خورد. سعی کردم که به
انتقادهایی که بهم شده یه ذره سعی کن خوش اخلاق باشه. خوش اخلاقه ها، فقط با وسایل مشکل داره. خلاصه که کسی آب میبگیریش هواپزش هر چیزش خراب شد که من براش ترمیم میکنم. آره اون بلایی که اون روزش سر نینجا می آورد. الان میتونیم یه چیکه آب بریزیم توش. بودم اینا رو از کجا گرفتی؟ اینا رو مامان آورد، اصلا این مال چیزای برنده این گردن رمزیه. خیلی خوب بود، خیلی سنگینه ولی خیلی خوبه. یه خورده توش بخوره سوسیسشو بریزیم که سوستا بپزه رو، بعد سرخ شه و به روغن بیفته. به به. بعد با گوجه و خیارشور رو بزنیم. وای بعد فردا بگیم چرا انقدر کیلو آلدون. آره این بده، فرداش بده. اضافه میکنیم. اضافه میکنیم. چرا این کلمه رو نصفه میگفتن؟ خیلی هم بدم. همه معلمای مدرسه هم این کلمه رو نصفه میگفت. من اولین بار توی چیز شنیدم. بفرمید شما میدونم. آها وای امشب میشه بهتون نمره بدیم خانم سایه؟ جورتشو نداریم ولی حالا شما میتونید نظرتو بگید. میتونی بگی. میزنیم تند و آتیشی. وای من کمک کنم به شما. هر وقت بس بود دیگه خود بگو. من بس باش. خب میتونیم اول وای بزنیم. الان میدونین چی حال میداد با این؟ فلفلای تند تراس بچه واقعا فاتوش همه رو برداشته ترشی کرد. گوشی خفنی برمیشه. فکر کنم خیلی ترشی خوبیشه. براتون موزیک لایو داریم پخش میکنیم. دستم تمیزه. بله بله بله. ما 4 تا لقمه حاضر میکنیم تا بچه ها بیان تست کنن. سلام علیکم. بفرمایید. سوسیس بندری سلامتون. چرا این کوچیکی شما باید سیر میشین الان؟ بله. نه من اگه بخوام بخورم من باز یه نصفه اینجوری میخوام. اگه بعدم بود بگی خوب. خب نه فعلا دندونم مثل این رستورانای بیرون شو اولش نون خالیه. تا اینجاش که افتضاح بود. نظر؟ من که خواهم خوشمند شده. حرف بیش ندارم. پیتزا تلفن داره. خدایی خیلی خوشمزه شده. خدایی مزه سوسیس بندری واقعی میده. سوسیس بندری رستوران ها اینطوری عین همون ویدیویی که دیدیم اینطوری میدن. سسش خیلی خوب شده. واو 10 از 10. نه من تاییدیم مدل خودم. اوورک. خیلی خوبه. نونش از دفعه‌های پیش که درست می‌کردیم خیلی خفن. آره خیلی خوشمزه شد. من هم نظرم. شما همین نظر رو دارید بچه‌ها؟ نونش یه ذره خشکه. اینم دست ما نبوده. ما نخوردیم. بعد تو آب می‌خوابوندیم. نظر من واقعا عالیه. چرا میخندی؟ دوست نداشتی؟ خیلی خوشمزه. راستشو بگو تندلی نشده. تنده؟ تندی خوبه. من اصلا نمیفهمم. میخوان 4 تایی بالا بشینیم؟ صداش کمه. مرسی از سایه برای این آره، سوسیس دمت بندری دست خوشمزه. درد مرسی از شما که اومدین تست کردین با تمام نظرات مثبت و منفیتون. خیلی عالی بود. ان شاءالله همین جمع تو برنامه بعدی داشته
ولی این دفعه ایشون آشپزی میکنن. ما میخوایم استراحت کنیم. من نه تصویب شد. این دوتا هم که فقط منتظر نون خوردن. تو این مریض نبودی؟ ولی واقعا خوش بود. تو این تازه خوب نشدی. دنبال چی میگردی؟ بوشبک. خدافظ. خدافظ. خدافظ.